حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه، گفت یا آب است یا خاک است یا ویرانه. گفتمش احوال عمرم را بگو، این عمر چیست؟ گفت یا برق است یا باد است یا افسانه. گفتمش اینها که میبینی چرا دل حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه، گفت یا آب است یا همیشه در پیش پروردگار از مؤمن بی غیرت، بی همت، سست همت قدر و منزلت بالا دارد. خداوند با غیرت بیشتر دوست می‌دارد. خداوند غیور است، بنده های با غیرت چه دوست می‌دارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم غیور است، امت های با غیرت دوست می‌دارد. اگر چی مؤمن است خیر دارد، اما هرگز بی غیرت جای به غیرت گرفتن نمیتونه برادران. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. آیا کسایی که ایمان حقیقی دارند، مؤمن حقیقی هستند، با فاسقا برابر میشوند؟ والله نه در دنیا نه در آخرت هرگز برابر نمیشوند. احرص علی ما ینفعک. در کار دنیا، در کار آخرتت حریص باش. هر چیزی به فایده و منفعتت است، در طلب کردنش حریص باش. هر چی به فایدت است، فرق نداره. مال و ثروت دنیا است، زن و فرزند است، ثواب اخروی است. همیشه مسلمان باید سعی کنه در طلبش باشد. احرص علی ما ینفعک واستعن بالله ولا تعجز. همیشه توکل به خدا کن، کار بکن، عاجزی نکن، هیچ وقت ضعیف‌نالی نکن. خدا رحمت کنه شیخ سعدی را. قصه میکنه در بستان یک روبه دید به دست پای، فرو ماند در لطف صنع خدای که چون زندگانی به سر میبرد بدین دست پای از کجا میخرد. یک شیخ هنوز پیشه میرود، یک روبه را میبیند قدرت خدای تعالی دست پا ندارد. او شاید به دست پا تولد شده باشد، شاید در یکم کمخان رفتید از دست پاش قطع شده است. در تعجب میماند که سبحان الله یک حیوان وحشی به همون پاهاش زندگی میکند. روسا یک ضرب المثل دارم که گل کناکی کار میاد. چقدر زندگی میکرده باشد، چرا میخورده باشد، و این مار نباشد که خزینه برود. در این بود درویش شوریدران که شیر بر اومد غزال بچم. در همین فکر همیشه متور بود که ناخواسته سوانه شیر یک غزال شکار کرده است، یک آهو کشیده به تای درخت آورده شد، در سایگی درخت می نکرده خورده شد. غزال نگونبخت رو شیر خورد، بماندان چه روبه از آن سیر خورد. خود شیر همه او را نمیخورد. دهن شیر کلانه، در زیر استخوان‌های قبرغه آهو جاهایی هست که شیر را کنده گرفته نمیتونه. خورد سیر کرد، تهماندهش پرتافت رفت. همون روباه به دست پا قدرت پروردگار شکمالت خودش آورد پیش همون غزال نیم خورده رسانده، تهمانده شیر خورد سیر شد. این شیخ نگاه دارد، گفت نماجد بید، یعنی چیست سوچه بیاد. دایما که شیر شکار نمیکنه بیایی تاش را بخورد. کوبه یه روزه که دیگه صبر کنم چی بشه. ولی
فیلمایی که درباره عالم حیوانات میگیرن این کار یک روزه و 2 روزه نیست بچه‌ها. بیچاره‌ها سالهای طولانی کامera میمونن، جان میکنن. اونم یک فیلمی که ممکن 40 دقیقه 50 دقیقه برای چند سال برای سلیمت میتونن. این شاید هم یک روز درم بیشتر نیست که من ببینم پدر چی بخوردم باشم. دیگر روز باز اتفاق افتاد که روزی رسان قوطیه و مش میداد. دیگر روز یک شکارچی اگه جای یک پرنده را میزند، پرنده میاد در پیش توی روباه میگلتد. روباه میگرد در جان شیرینش پرنده را میزند و جان میزند. این نگاه میگرد خیلی بار میگه سوی چای دست این علاقه سیستم باشید یه بچه این خدای بزرگ خودش روز خروجی مردم را میگرد سوی دست بود. یقین مرد را دیده بیننده کرد شد و تکیه بر آفریدنده کرد. این بچه بود نگو خدای بزرگ یک روباه حیوان روز خروجیش را مهیا کنه و من بنده خدا را میشناسم، خدا را خالق رازق میدانم. اگه نخواهم روز خروجی همی برای پروردگار مهیا نکنه. یه توکل همین دنیا را به خدا و همین مردم هم. در مسجد رفت دراز کشید همون خدا را خلقم کرده است خودش روز خروجی ما میرسونه. زنخدو فرو برد چنده بجای که بخشنده روزی رساند ز غیب. نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست. چه چنگش رگ و استخوان ماند و پوست. 3 شبانه روز در مسجد خواب میکند قدرت پروردگار نه یک خویش تبار نه یک بیگانه اقلا یک تکنان بیشتر بیفتد. خاک زده سرند همین ولی یک اسباب موسیقی چنگ میگن همین سکلت دارم 4 تا 4 همین فقط همین سکلتش بوده است خلاص. چند صبر میکنی و بشکا میکشنن مرگزیدن خوب میبره و بشنن نه بسیار بطاقت میشه و خصم برمادن میکنه فایدسی. چه صبرش نماند از ضعیفی و هوش زی دیواری محراب آمد به گوش. بیرو شیری درنده باشه در نل مینداز خود را چرا واهی شل. همین خصم برمادن میکرد که از طرح دیواری محراب یک صدای در گوش شما که آخه خدای جان تو بگیرم واقعا دیدی میبونی آخه ای شعر عبرت بگیری ای تو چی پوتا بکویم روبای شل درست کنه برای چی شعر نمیشه که بزنی ترم بخری تعموله ترم باید بچوها که دیگه بخرم. چه مردم ببر منج راحت رسان مخنس خرد دست رنجی کسان. کسی نیک بیند به هر دو سرای که نیکی رساند به خلق خدا. همه مسلمان باید میگه جوانمرد باشه با غیرت باشه شعر باشه که وقت تحملش با دیگران بخرن منتظر تحمل دیگران نباشه. مسلمان باید با ناموس باشه در جایی که کار میکنه بهترین لباس باشه بهترین خوراک بخره رفتار و کردارش طرز باشه که دیگران تماشا کنن عوضشون بیاید. یعنی احرص علی ما ینفعک واستعن بالله ولا تعجز. همیشه در چیزی که به فایده و منفعت است حریص باش. حق خود را از دهان شعر نباید گرفت. به خدا توکل کن هیچ وقت عاجزی نکن. فإن أصابك شيء فلا تقل لو فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله و ما شاء فعل. تا که کار همی از بعضا ناآمادی می شود یک آدمی هست که بیچاره بانکروت می شود یک بار مثلا سفر برقرار می شود سفر دیگر بیقرار می شود. در این طریق حالت ها نگو ای کاش که ایتا میکردم های دره کاش که همی راه نمی رفتم اولی نمی کردم کاش که همی بیزنس دست نمی گرفتم نمی سوختم. نه همه حالت که بسر تو بنده الله هستی بگو که این تقدیر خداوندی به دست هر چی خدا خواست همان می شود اون چی تو خواهی نه چنان می شود. نه خدا برکت بده بابای رئیس حکمت الله فرزند از دست دولت جیان از دست دولت لیکن مسلمان حقیقی است میدونه که وقتی تقدیر مقدر است او اجلش آمده بود دیگه امکان علاج پیش قطع کردن او اجل نیست. مسلمان حقیقی همین شکل باید رفتار کنه. فإن لو یفتح باب شیطان. چرا؟ زیرا که همین اگر و مگر کشید در شیطان باز میشه حیله و نیرنگ سر میشه.
اگر رو با مگر تزویج کردن از ایشان بچه ایشان کاش که اینا همین اگر مگر بسیار کردیم کاش که ایشان بکردن کاش که او خیال بکردن. ما و شما الحمدلله برادران مسلمان هستیم. ما و شما امتای محمد صلی الله علیه و سلم هستیم. پیامبری که هرگز سر نفروارد است در پیش کسی، هرگز پافشاری شقت نکرد. همین قدر مشقت ها را متحمل شد یک سر مو از راه راست و تعریف نگشته است. پیامبری که اگر چنده که دشمناش از موی سرش زیاد بدن هرگز در شکستگی نبرده، هرگز خچه ضعیف نپنداشته است. همیشه میدانست که انشاءالله پیروزی با ماست، غلبه با ماست. تا به حدی که حضرت صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه در همون زمانهایی که مسلمانان بسیار ضعیف بودن وقتی حاجی‌ها را میدید که می اومدن به زیارت خانه خدا نزدشان میرفت دعوتشون میکرد. او وقتی امید از اشراف قریش کرد همون حاجی‌هایی که مکه می اومدن دعوتشون میکرد. بعضی‌ها دغلی کرده دشنام و حقارتش میدادن، بعضی‌ها میزدن از خیمه پیشش میکردن، بعضی‌ها اندر نرمتر و ملایم میگفتن. اما حضرت دست بردار نبود. بلغ ما انزل الیک، امر خدا بود حکم پروردگار را تبلیغ کرده به این مردم و حضرت پابردار نبود.